اینجا یه سوال ازتون بپرسم، اگه خوب جواب بدید مرخصید. قبوله؟ خب یه داستانی براتون تعریف میکنم بچه‌ها، ببینید کدوم قسمت این داستان دروغه. خب خوب فکر بکنید، نگاه کنید. یک روز جمعه یه آقای موتورشو میگیره میره برای گردش، وسط راه با سرعت زیاد با یه اتومبیل برخورد میکنه، یک دست و یه پاش کنده میشه. با کمال خونسردی دست پاشو بر میداره، میره داروخونه، یک چسب مخصوصی میگیره، دست پاشو به بدنش میچسبونه و به حرکتش ادامه میده. خب حالا کدوم قسمت این داستان دروغه؟ جمشید بلدی؟ جمشید بلدی؟ فکر بکن. آی دکتر فرشید بلده، آفرین. دروغش کاملا معلومه. باریکلا. کدوم قسمتش دروغه؟ اون قدم که فکر میکنید ما دیگه میدونم عزیزم. حالا بگو کدوم قسمتش دروغه؟ دروغش دیگه کاملا معلومه که دیگه. بگو کجا هستش؟ دیگه بگو. معلومه. بگو. روشی کم کن. جمعه داروخونه بسته است. پرونده رو بگیریم برای رفتن. نخیر، هر دوتون تشریف ببرید بخش یک، داروهاتون هم زیاد میکنم. برید آقا. فرشید نه پول میزنه آقای دکتر. برید آقا. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که تا این قسمت از برنامه مورد